سلام. خب بریم سراغ تحلیل آلت کوین ها. سه تا آلت کوین رو براتون آوردم که تحلیل بکنم. توی نقاط خوبی هستن و میتونن که حرکت های خوبی داشته باشن و اینها در شرایطی هست که حرکت مارکتمون شروع بشه و در واقع مرحله بعد اینکه دامیننس بیت کوین اون شروع بکنه به ریزش شدن. ENA رو داریم می‌بینیم در تایم فریم هفتگی به یک سطح در واقع حمایتی رسید و حمایت شد. توی تایم روزانه بهتر میتونیم در مورد ناحیه‌ای که درش هست صحبت بکنیم. یک سقفی داره این ناحیه توی حدود در واقع 43 سنت تا 48 سنت و با شکست این ناحیه من میتونم ورود بزنم. فقط اینو بگم که توی خرید اسپات من به دو شکل عمل میکنم همیشه، هم در واکنش هم به صورت واکنشی ورود میزنم و هم به صورت شکست، یعنی برام فرقی نمیکنه و بعضا نواحی که شکست درش اتفاق میفته حرکت‌های سریعتری هم انجام میدم. به خاطر همین برام فرقی نداره. این نواحی رو مشخص کردم. یه ناحیه کف داریم این پایین که توی محدوده 26 سنت هست، یه ناحیه بالا هم که در موردش صحبت کردم. فقط اینکه الان در حال حاضر مارکت گارد نزولی گرفته و گارد نزولیش باعث میشه که ما یک حرکت دیگه به سمت پایین بتونیم داشته باشیم. چون وزن بیت کوین زیاد هست، تأثیر زیادی روی بقیه آلت کوین ها میذاره قطعاً و ما میتونیم بیایم به این سمت پایین و بعد حرکتمون رو انجام بدیم. یعنی یه همچین حرکتی رو میتونیم انتظار داشته باشیم. حتی نفوذ به این سطح میتونه اتفاق بیفته. پس برای ورود به نواحی پایین در ENA میتونید شما حرکتی که بکنید اینه که با تاییدیه وارد بشید. حتما تاییدیه‌تون هم میتونه در واقع تغییر ساختار توی تایم فریم های پایین‌تر باشه یا هر تاییدیه دیگه که در تایم فریم پایین‌تر میتونید بگیرید. دیگه تایم فریم پایین‌تر من نمیرم اینجا، چون داریم برای خرید اثبات صحبت می‌کنیم. معنی نداره که من برم تایم فریم های پایین‌تر و در مورد این قضايا صحبت بکنم. این از ENA مون. پس در موردش صحبت کردیم. بریم سراغ کوین بعدی. ارز بعدیمون FXS هست. برم تو تایم فریم هفتگی یه کف دو علوم میتونم اینجا ببینم. اتفاقی که افتاده این که هنوز تشکیل نشده، فقط با شکست این ناحیه $5 میشه. این خط $5 اگر شکسته بشه ما میتونیم بگیم که کف دو علوم تشکیل شده و میتونیم حداقل به اندازه ارتفاع کف دو علوم حرکت بکنیم و تا مثلا حدود 11 تا $12 حرکت بکنیم یا دیگه نهایتا تا $10 میتونیم حرکت داشته باشیم برای حرکت اولیه در واقع بولران. یعنی یک آلت پارتی که قبل از بولران میتونه داشته باشه، این حرکت اولیه‌اش هست. یعنی اینو من انتظار نزدیکی میدونم در موردش. فقط بریم تو تایم فریم پایین‌تر در مورد این چنلی که کشیدم صحبت بکنم. یه چنلی داریم، این شادو رو در نظر نگیرید. این با یه صرافی بایننس هست و توی صرافی دیگه ای اگر شما چک بکنید این نیست. نکته که هست این که یک چنل داریم، چنل صعودی داشتیم و چنل شکستیم سمت بالا، نتونستیم این ناحیه رو بشکنیم $4.5 رو و بعد ریختیم دوباره به سمت پایین. وارد دوباره چنل شدیم. یعنی وقتی که وارد چنل میشیم میتونیم تا ناحیه در واقع خط وسط چنل دوباره حرکت بکنیم. خط وسط چنلمون با این سقف قبلی که اینجا تشکیل شده و این گرهی که اینجا هست همتراز همپوشانی داره. یه خط روندم این پایین من کشیدم، این هم با اینجا همپوشانی داره و یک ناحیه پیارزد برامون تشکیل میده. این ناحیه پیارزد میتونه نقطه اصلی ما برای حرکت باشه. فقط اینجا هم در نظر داشته باشید که با تاییدیه ورود بزنید. حتما با تاییدیه ورود بزنید و همینجوری همین الان اینجا لیمیت نکارید. من خودم و این نکته هم بگم که استاپمون اینجا میشه زیر در واقع $1.9 $1.95 میشه تقریبا. اینجا میتونید استاپ بذارید و اینجا ورود بزنید. استاپتون بزرگ هست ولی گفتم یه تایم فریم هفتگی حرکت خوب میتونه داشته باشه، پس سود خوبی هم میتونید ببرید از این حرکت FXS. اگر هم از همینجا مستقیم حرکتش رو به سمت بالا انجام داد، حالا بعید نیست حرکت رو بکنه ولی خب احتمالش کمتره به نظر من با توجه به گارد نزولی خود مارکت. اگر حرکت به سمت بالا انجام داد باید اینجا ساختار بسازه. یعنی الان در حال حاضر من نمیتونم بهتون بگم که همین لحظه چه خطی و چه منطقه‌ای چه ناحیه‌ای رو میتونید برای ورود انتخاب بکنید. اینجا یه ساختار بسازه. شکست این ناحیه که مهم هست، یعنی شکست این $4.5 همچنان مهم هست. فقط اینکه قبلش برای اینکه استاپ کوچیکی براتون به وجود بیاد باید حتما این ساختاری داشته باشیم تا بتونیم یه استاپ کوچیک بذاریم و ورود بزنیم دیگه برای
شکست این ناحیه و رفتن به نواحی بالاتر. بریم سراغ جوپیتر. بریم توی تایم فریم هفتگی. یک نکته رو من اینجا دیدم خیلی جالب و جذاب بود، اون هم این 4 تا کندلیه که کنار هم قرار گرفتن و اوپن و کلوز هاشون توی یه ناحیه است، یعنی هر 4 تاشون توی ناحیه است و نشون میده که این ناحیه خیلی ناحیه این خیلی خط مهمیه. 55 حدود $55، یعنی چون تو هفتگیه این تغییر میکنه. من یه ذره موضوع تکون بدم این عدد خیلی تغییر خواهد کرد. کندل هفتگی اگر بالای این خط بسته بشود، حرکت صعودی ما قطعا شروع میشه. یعنی این دیگه یه حرکت صعودی خیلی خوبی میتونیم داشته باشیم توی جوپیتر. اینو در نظر داشته باشید. نکته یعنی توی تایم فریم هفتگی بریم تایم فریم پایینتر و اونجا ببینیم که چی داریم. این چشمو من باز بکنم، یه چنل صعودی دیگه اینجا داریم. اون خط هم که گفتم دقیقاً اینجاست، 56.67 توی تایم روزانه قشنگ دیده میشه. با شکستش، یعنی اینجا هم اگر کندل روزانه بالای این سطح بسته بشه، چون سطح خیلی خوبیه، یعنی خط خیلی خوبیه، اگر بالاش بسته بشه کندل روزانه خوب که کندلی که از بالا شادو نداشته باشه، یعنی بدنه خوبی به بنده بالای این خط، میتونه حرکتمون رو تا حداقل سقف این چنل که میشه این سقف قبلی ما اینجا تا $8 میتونه حرکت داشته باشه حداقل، و میتونید تا این نواحی رو برای تارگت گذاریتون توی میان مدت در نظر بگیرید تا اینکه حرکت اصلیمون رو، اون بوران اصلیمون رو شروع بکنیم. اما در مورد این صحبت کردیم که تا اینجا که مارکت تقریبا نزولی هست فعلا، یعنی اصلاحی هست، نزولی که نه، اصلاحی هست و قرار اصلاح داشته باشیم. پس امکان اینکه این چنل به سمت پایین شکسته بشه زیاده. حالا آیا این نکته خیلی بدیه؟ نه لزوما. من این چنل رو تصویر بکنمش بیارم به سمت پایین تا بهتون بگم که قضیه چطور میتونه باشه. حالا اصلا بپذیرید یه ذره شاید چنل خوب تصویر نشده. حالا نکته‌ای که هست، وقتی این چنل به سمت پایین شکسته بشود تا میدلاین چنل پایینتر میتونه حرکت بکنه و بعد هم بیاد حالا کف این چنل. شما که میدلاین رو میبینید تقریبا میشه گفت که همین سقف قبلی که اینجا تشکیل شده بود و این کفی که اینجا هست میشه همون قسمتی که میدلاینمون قرار داره و حتی کف در واقع کانالمون هم میشه همین کف قبلی که باز پایینتر هست. پس اینها نواحی خوبی هستن برای خرید، ولی فکر نمی‌کنم بیاد به این ناحیه پایینتر، یعنی این حرکت در واقع نزولی مارکت و حرکت اصلاحی مارکت به نظرم به اون شکل شدید نخواهد بود و به این ناحیه کف این چنل نخواهیم رسید. یعنی میتونیم بیایم تا این محل، بیایم تا میدلاین چنل و بعد یه حرکتی داشته باشیم و موقع حرکت بکنیم بیایم برسیم به در واقع سقف چنل بالایی. حالا نه به این شکلی که من کشیدم، ولی یه همچین حرکتی میتونیم داشته باشیم. دقیقاً این شکلی که من کشیدم نه، ولی یه حرکتی در همین اشکال میشه انتظار داشت برای بازار. فعلا مارکت با کندل دیروز و کندل امروزی که حالا تو تحلیل صبح من تحلیل بیت کوین گفتم اصلاحی هست و میتونه بیت کوین بیاد تا مناطق پایینتر و با حرکت بیت کوین بقیه آلت کوین ها هم یک حرکتی به سمت پایین خواهند کرد و قاعدتا دیگه میشه گفت بهترین قیمت هایی که میتونید کویناتون رو بخرید همین تایم ها هست. فقط اینکه اینو در نظر داشته باشید که تمام مسئولیت خریدتون با خودتون خواهد. ممنونم که با من همراه بودید. اگر که دوست داشتید که کوینی تحلیل بشه در روزهای آینده، حتما کامنت بذارید، به من بگید که براتون تحلیل بکنم. ممنونم. روزتون بخیر.